کشم خب خوب هستم. چند سال شوهرتون نمیتونست راه بره؟ 5 ساله، الان تو 6 ساله. خب اهل کجایین شما؟ ما خوزستان. خب الان کجایین؟ تهران کرجین؟ بله. خب برای چی؟ برای درمان اومدین بیمارستان یا چی؟ آره یعنی برای درمان اومده بودیم ولی دیگه افتادن. آره دیگه نشد ادامه بدن، دکترها ناامید کردن. خب داشت گفتن دیگه کاری نمیشه کرد. گفتن دیگه بله کاری نمیشه کرد، عصباتون همه از کار افتادن. اصحاباشون. خب اصلا نمیتونستن راه برن. یه چند مثلا یه 3-4 متر با وکر به زور تا دستشویی، خب اونم در روز یه بار خب الان شاید. به نظرتون تونست راه بره؟ درمان شد؟